بازی سایلنت هیل رو هممون یا میشناسیم یا بازیش کردیم. ولی توی بازیش اگه نگاه کنیم یه تناقضی وجود داره که بعضی ها مثل شخصیت اصلی بازی که باش بازی میکنیم به سختی میتونن از سایلنت هیل عبور کنن، اما یه بچه هست که بدون هیچ ترسی و راحت میگذره و اینجاست که یه تئوری میگه که سایلنت هیل در واقع با توجه به احساسات و میزان ترس هر فرد براش احساس متفاوتی رو خواهند داشت. ممنون میتونم ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید. بازی سایلنت هیل رو هممون یا میشناسیم یا بازیش کردیم. ولی توی بازیش اگه نگاه کنیم یه تناقضی وجود داره که بعضی ها مثل شخصیت اصلی بازی که باش بازی میکنیم به سختی میتونن از سایلنت هیل عبور کنن، اما یه بچه هست که بدون هیچ ترسی و راحت میگذره و اینجاست که یه تئوری میگه که سایلنت هیل در واقع با توجه به احساسات و میزان ترس هر فرد براش احساس متفاوتی رو خواهند داشت. ممنون میتونم ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید.